سلام به همگی دوستان. امروز من آیسلند هستم، شهر ریکاویک اگه اشتباه نکنم. یک شهر شدم بوده. حالا ماه خیلی خوبی هستیم برای بازدید. من یه سفر کوتاهی دارم دو روزه، بیشتر شهر رو قدم میزنم و امیدوارم که لذت ببرید. بریم. اوکی، بسیار عالی. خب کجا هستیم حالا؟ از کجا شروع کنیم؟ اول اینکه این حس ما بهتون بگم، اینجا واقعا هوا فوق العاده عالیه. اون حس پاک بودن هوا رو واقعا آدم احساس میکنه و این تمیز بودن خیابونا و این واقعا یک آرامش خاصی داره. البته من امروز یک کفش راحتی پوشیدم و خب تجربه این مسیر رو امروز پیاده‌روی دارم در مقایسه با تاکسی یا هر چیز دیگه. به هر حال از اون دور میبینید، فکر کنم یه لحظه اون بیسا رو دیدید، از اون در واقع یه لحظه معماری جالبی داره و این که هرچی خوب جلوتر بره که اعتبار بیشتر اون علامتش رو آشنا شد. اسم کلیسا میگن هارگیریمسکیا، یه اسمش یه خورده سخته ولی خب حالا هارگیریمسکیا اسمش رو میبرم پایین. و جالبه بدونید که این حدود 73 در واقع اندازه‌ش هر جای شهر نگاه کنید میبینید و این که ظاهرش رو از یک از در واقع صخره آتش‌نشانی‌های ایسلند الهام گرفت. خب یکم حالا داریم نزدیکتر میشید میتورا بریم ببینید. البته چیزی هم بگم که در مورد ایسلند کشور خب میتونم بگم گرونیه نسبت به حالا کشورهای دیگه، مثلا کشورهای آسیایی یا حتی برخی از کشورهای اروپایی. خب مثلا همین کافی ها یا همین یک کافی بخوایم بگیم خب خیلی گرونتر نسبت به جای دیگه.
ببین یواش یواش نزدیک میشیم این خانم آقای چینی هم خب اونا هم فیلم میگرفتن، یه لحظه همدیگه چش تو چش شدیم، خندمون گرفت. اوکی، خب ما تقریبا رسیدیم. خب واقعا هرچی آدم نزدیکتر میشه این ابهتش رو بیشتر حس میکنه و همینطور که گفتم این حدود 73 متر طولشه، اندازشه و این که بزرگترین، شاید حالا بگیم برج، بگیم چه حالت بزرگترین اون ساختمون میتونیم بگیم که توی شهر ریکاویک هست. معماریش همینطور که گفتم از در واقع کوههای آتش فشانی ایسلند گرفته شده. یک مجسمه هست برای کلیسا. این آقای این یه وایکینگی بوده که میگن قبل از این که آمریکا کشف بشه حدود 500 سال قبل از این که آقای کریستوف کلمب آمریکا رو کشف کنه، ایشون آمریکا رو رفته و سفر کرده بود با کشتی و اینجا رو کشف کرده بود و این مجسمه رو در واقع دولت آمریکا به ایسلند هدیه داده بود. و جالب این که بدونید که اول این مجسمه نصب شده بود و در سال 1932 و بعد این کلیسا اینجا ساخته شد. خب حالا بریم داخل ببینیم چطوره. زیبایی داره و اینجا خب اگه خوششانس بشیم این در واقع این ارگ بادیش معروفه. این ارگ بادی بهش میگن که حالت یک اثر هنریه، یک اثر که یک نوع ساز موسیقیه. میگن بیش از 5000 تا لوله داده و بعدش هم چندین تونه این ارگ بادی که اینجا نصب شد. حالا البته 5000 تا رو نمیدونم واقعا 5000 تا رو دست من شاید میشه گفت این بزرگترین ساز موسیقی در کل ایسلند. یک ارگ بادی هولپویکر
جذابیت اصلی این رابطه داشتن این ساز با فشار هوا کار میکنه. وقتی که نوازنده کلیدا رو فشار میده، هوا با سرعت زیاد توی این 5000 تا روله میپیچه. فوق‌العاده و بسیار لذت بخش. من دیگه اومدم بیرون. مرسی دوستان، امیدوارم که لذت برده باشید، راحت خودتون باشید. فعلا